سلام دوستای گلم. خیلی از زن و شوهرها بعد از ازدواج وابستگی خیلی زیادی به پدر و مادر خودشون دارن. یکی از دلایلش میتونه این باشه که اینها توی یه خانواده مضطرب تربیت شدن. یعنی چی؟ یعنی این خانواده محیط خونه رو کاملا امن و بی خطر میدونه، اما دنیای بیرون رو پر از خطر و حیله و تزویر و حقه میدونه. این افراد وقتی توی همچین خانواده‌ای تربیت میشن، اتفاقی که براشون میفته این هستش که نظرات خانوادهشون رو حتی اگر اشتباه هم باشه نمیتونن در برابرش مقاومت بکنن و نمیتونن از زیر سلطه خانواده در بیان. اینها حمایت خانواده رو خیلی بیشتر از اون چی که هست برداشت میکنن. نکته دیگه که در مورد این افراد وجود داره این هست که کوچکترین مسائل خودشون رو با پدر و مادر خودشون در میون میذارن. یعنی چی؟ یعنی همیشه نگران گرفتن تایید از پدر و مادر خودشون هستن و اگر این تایید رو دریافت نکنن دچار تردید میشن. اینها آدم‌هایی هستن که اعتماد به نفس خیلی پایینی دارن و با کوچکترین مشکلی و کوچکترین مسئله‌ای که توی زندگیشون پیش بیاد دچار تنش میشن.